درست از روی طب، از روی علم طب این کارا نکنین جوانای عزیز. به خدا غضب خدا است. همین شنیدی که دختر در خانه تولد شده است، آنچنان خرسندی طرف فرا گرفت که الحمدلله که در خانه من فرزند به دنیا آمد. بزرگان میگفتن مشو غمگین اگر دختر بزادی، هیچ وقت غمگین نشو که در خاندان تو دختر آمده، که از دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، به نزدش 100 جوان محتاج گردد. اگر تو صاحب تاج کن، با عفت کن، تربیه خوب کن، قسم به نام خدا صدها خریدار پیدا میکنن. این از تعلیمات اسلام برای دخترها. خدا دیاد مثل رابعه واری دختر، هم دنیات آباد و هم آخرتت. خدا اگر فرزند مثل بچه نوح کنعان گرداند، ما بیزاریم از همین خیل فرزندی بد اخلاق. خواهرای عزیز ما هیچ وقت دل شکسته نشوین که گویا شما جای بچه را عوض کردن نمیتونین، زیرا در تاریخ چنان زنهای گذشتن که حتی بیان هست که میگه جای نمازشون در زمین نه، حتی در آسمان میپرتافتن نماز میخواندن از حساب عفت و پاکی. اون حالتی که بالای رابعه بود، اون سوالهایی که بر رابعه شد، اون جوابهایی که از رابعه گرفته شد، دادرای عزیز کتابها را نظر کنین، به نام خدا این خیل جواب از زبان کم مردها صدا دادگی است. السلام علیکم حضرت داملا. 3 سوال دارم.